سلام، من آریوام و برگشتم با یه ویدیو دیگه و این بار میخوام صحنه‌های مثبت 18 انیمیشن تام و جری رو بهتون نشون بدم. شماره 6. تو این قسمت وسط دعوایی که بین تام و جریه، جری داره یه کیک خامه‌ای رو لیس میزنه و بعد یهو خامه‌اش میریزه روی صورت جری که خب تو بچگی فکر می‌کردیم این یه کیک خامه‌ایه، ولی خب الان میدونیم که این بیشتر شبیه یه چیز دیگه است تا کیک خامه‌ای. شماره 5. توی یه قسمت از تام و جری برای اذیت کردن تام ظرفای صابخونه رو به پایین پرت میکنه و تام هم تمام تلاشش رو میکنه تا هیچ ظرفی نیفته زمین رو بشکنه. حالا ما توی این سکانس میبینیم که تام با کلی ظرف توی دستش گوشه دیوار گیر کرده و بعدش هم جری که تامو گوشه دیوار گیر آورده. خودتون ببین دیگه. حالا به نظر شما جری داشته با تام چیکار میکرده؟ توی کامنت ها برام بنویسید. شماره 4. توی این سکانس وقتی تام میبینه کسی دور و برش نیست، میره روی مبل لم میده و شروع میکنه به ورق زدن یه مجله. شاید اولش فکر کنید که این یه چیزی مثل روزنامه است، ولی اصلا اینطور نیست و این مجله یه مجله پرنه، البته ورژن گربه ایش. شماره 3. این مورد تا جایی که میدونم توی صدا و سیما ایران سانسور شده. توی یکی از معروف ترین قسمت های تام و جری ما میبینیم که طبق معمول تام افتاده دنبال جری میره و توی یکی از سوراخ های میز بیلیارد قایم میشه. تام هم برای اینکه اونو بکشونه بیرون چوب بیلیارد رو برمیداره و توی یکی از سوراخ ها فرو میکنه و این چوب خم میشه و دقیقا اون جایی که نباید بره فرو میره. شماره 2. تو ایران همه این گربه رو به اسم تام میشناسن، اما توی خارج تام معروف به پوسی کت. کت به معنی گربه است و پوسی هم دو معنی داره که یکیش به معنی ترسوه که میشه گربه ترسو و معنی دیگهش جزو دو کلمه بدنه. جهت اطلاعاتون بگم که سر و پا هم نیست. اگه باز هم نفهمیدید میتونید توی گوگل ترنسلیت پوسی رو سرچ کنید. البته برای اینکه خاطرات بچگیتون خراب نشه به نظرم سرچ نکنید بهتره. شماره 1. توی چند شماره قبلی راجع به بلاهایی که سر تام اومد با هم صحبت کردیم. خب حالا بیایم به این سکانس. جری برای اینکه تام رو بترسونه یه خیار بزرگ میگیره دستش و تام رو دنبال میکنه و تام هم مثل سگ مثل گربه فرار میکنه. موقعی که این قسمت رو دیدید شاید براتون سوال نشده باشه که چرا تام از خیار اینقدر میترسه. در جواب بهتون بگم که خیلی هم میگن تام به این خاطر از خیار میترسه که جری میخواد اون خیار رو بکنه تو کوچه‌شون، یعنی یه چیزی تو مایه های این سکانس. البته خیلی هم میگن که همه این گربه از خیار میترسن چون فکر میکنن اون خیار یه ماره. حالا شما اگه تو خونه‌تون یا اطرافتون گربه هست یه خیار وردارید و پرت کنید سمت چیز، ببخشید بگید روبروی گربه